اما اگر انسان ناپاک و بد باشه آهسته آهسته همین دوستشم فساد میکنه، رسوا میکنه، به سوی گناه و معصیت میکشونه. هایی که امروز چی نوع امروز جوانهای ما دوست دارن زنگش میزنه برا دیسکتیک بریم، برا بر بریم، برا قورمونه کندنی بریم، این نوع دوستا در روز قیامت والله دشمن است. هر انسانی که در دلی وی یعنی محبت و دوستداری کار گناه باشه و شخصیت ایمان کامل نداره. سوال تاجیکی هم داریم که با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. صحبت مردی خدا مردت کنه. وقتی دید که یک انسان در کار گناه هست باید به دستش رفته اما انسان از گناه بیرون کنه. فإن لم یستطع، کار اونها عیش عشرت دنیا شده است، اونها خیلی در قیامت حال دشوار و مشکل سنگینی داره. رب مکه دوملو اگر انسان در یگان کار ضرر کند از ضرری کردگیش ثواب میگیرد. اکنون برادر عزیز وقتی که اینجا یک برادری عزیز سوال کرده سلام علیکم دوملو جون درباره دوستای بد یگان چیزی میگفتید. البته دوست این شخصیتی است که در انسان یعنی اثرش میرسانه، تأثیر کلان تأثیر زیادی داره که حتی در روایت ما حدیث داریم که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر انسان در رفتار و رویه دوستش است. یعنی وقتی دوستی وی صالح باشه خوب باشه تأثیری یعنی اصلاح صالحی و خوبی وی در دوستش تأثیر میکنه. اما اگر انسان ناپاک و بد باشه آهسته آهسته همین دوستشم فساد میکنه، رسوا میکنه، به سوی گناه و معصیت میکشونه. البته دوستی بد با در آیت قرآن الله رب العالمین میفرماید که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گفتن برادرهایی که در دنیا دوستی میکنن برادری میکنن در روز قیامت بسیاری از اینها جدا میشوند. خداوند جداشون میکنه مگر گفتن بسیاری از اینها گفتن دشمن میشوند مگر گفتن انسانهای به تقواش، انسانهایی که محبت و دوستیشو به خاطر خدا بود، یعنی صالح بودن، خوب بودن، عبادتگر بودن، به سوی گناه و معصیت دوستاشون نمیکشاندن. اینها در قیامت یک جایی هستند. اما دوستهایی که امروز امروز جوانهای ما دوست دارن زنگش میزنه برا دیسکتیک بریم، برا بر بریم، برا قورمونه کندنی بریم، این نوع دوستا در روز قیامت والله دشمن هستند. حتی در آیت دیگر رب العالمین میگه که انسان وقتی ضرر و زیان دوست در قیامت میدیده است میگه وای به حال من، کاش که من با فلانی دوستی نمیکردم، کاش که من با این شخصیت دوستی نمی داشتم. به همین خاطر برادران بزرگوار من دوستی انسان باید با یک شخصیت کنه که از خودش بهتر باشه. دوستای خدا میگن همنشینی تو به باید تا تو را عقل و دین بیاساید. و انسان با او دوستی میکنه باید از خودت بهتر باشه تا اینکه دینی تو را عقلی تو را کامل کنه، تو را تربیه کنه، تو را به خدا قریب کنه. در اصل انسان باید با یک شخصیت رفت و آمد داشته باشه که مقاله تاجیکی هم داریم که با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. صحبت مردی خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. صحبت دوستای خدا یعنی تأثیر انسانهای صالح در انسان تأثیر میکنه، انسان عوض میکنه، حیات او را نور میبخشه. به این خاطر شخصیت باید با یک انسان رفت و آمد کنه، با یک شخصیت دوستی کنه که از خودش بهتر باشه. جا برادری عزیز سوال کرده سلام علیکم اکای دوملو انسانی که فقط همین دنیا را اختیار کرد پروای آخرت ندارد، نه نماز میخواند نه روزه میگیرد و همه نمود گناه ها را میکند، آیا در آخرت اینها چی حال دارند؟ بدترین حال دارند برادر عزیز. انسان هایی که فقط حیات دنیا را اختیار کردن، فقط کار اونها عیش عشرت دنیا شده است، اونها خیلی در قیامت حال دشوار و مشکل سنگینی دارند. رب العالمین در قرآن میفرماید استعیذ بالله فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. هر انسانی که سرکشی کرد، طغیان کرد، یعنی امر و گفته خدا را به گردن نگرفت، بندگی خدا را به جا آورد. هر انسانی که سرکشی کرد، امر و گفته خدا را به جا آورد و اختیار کرد این حیات دنیا را، یعنی لذت دنیا را، شهوت دنیا را، گناه و معصیت دنیا را اختیار کرد، الله رب العالمین گفتند در آخرت قرارگاه و جایگاه این جهنم است، جهنم است، دوزخ است. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هی المأوا. هر انسانی که ترسید، خیف بود، از اون لحظه که در نزد پروردگار خیزانده می شود. برادران بزرگوار ما، من یک چیز ما فراموش نکنیم، هر یک کدام من و شما یک به یک در محضر الله رب العالمین خیزانده و ایستاده می شویم، پرسیده می شویم. اون لحظه را ما باید فراموش نکنیم. هر انسانی که از اون لحظه ترسید، خیف بود و معن داشت نفس خود را از خواهشاتش، یعنی از گناه، در راه گناه نرفت، در راه زنا نرفت، در راه شهوت نرفت، در راه غفلت نرفت، در راه فسق و فساد نرفت، نفس از خواهشات معن داشت، رب العالمین گفتن آرامگاه و قرارگاه و جایگاه این شخصیت جنت است. یعنی آخرت این شخصیت جنت می رود. و این خاطر انسان هایی که امروز یعنی حیات دنیا را اختیار کردند و آخرت پس سر کردن، بسیار حالی وزبین داره، بسیار جواب. اینها هم دنیا هم آخرت ویرانه کردگی هستند. و این خاطر پناه به خدا از چنین حالت. اینجا برادر عزیز سوال کرده، سلام علیکم و کیداملا، اگر انسان در یگان کار ضرر کند از ضرری کردگیش ثواب میگیرد؟ اکنون برادر عزیز وقتی که انسان بدانه که یک کار میکنه به ضررش است، در این حالت ثواب نمیگیره، گناه میگیره. بلکه مثلا انسان میدونه که یک کار کرده است، هم کار بر ضررش است، یا اینکه ضرر مالیش میشود، یا اینکه ضرر جسمانیش میشود، یا اینکه ضرر وقتش بیکار صرف شده است. البته وقتی انسان دانسته کار کنه، کار ضرر گناه است. اما وقتی نادانسته یک کار میکنه انسان که یعنی تقدیراتش از ضرر میکنه، در این صورت البته براش گناه نیست. چون که ما روایت داریم که این حدیث مسلم از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که عجب است برای شخصیت مؤمن که همه کار برای او خوب است، برای فایدهش است. این گفته از غیر از مؤمن برای دیگر شخصیت ها نیست. شخصیت مؤمن گفتن وقتی در حیاتش خرسندی و شادی و خوبی آمد، حمد و شکر میگوید، یعنی الحمدلله خدا را شکر میگوید. این براش چقدر خوب است که ثواب حمد و ثواب شکر از خود میکند. اما اگر ضرر و زیان در حیاتش آمد، صبر میکنه، اینم براش خوب است. چون که ثواب صبر بزرگترین و بالاترین درجه را داره. ثواب صبر خیلی بزرگ است. رب العالمین در قرآن میفرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. در قیامت صبر کننده ها را رب العالمین میگه ثواب اونها را به حساب براش ادا میکنم. یعنی انسان یک کار اگر ندانه که ضرر است انجامش داد، البته گناه نمیگیره، بلکه برای او ثواب است، برای او ان شاء الله اجر پاداش و یعنی ذخیره آخرتش میشود. اما اگر دانسته یک کار ضرر کنه، البته برادر عزیز بزرگواری من این براش گناه است. یک برادر عزیز سوال کرده، سلام علیکم و کیداملا، بد دیدن به خاطر الله درست است؟ یعنی کارهای گناه را؟ بله، حتما انسان باید کار گناه به خاطر الله بد ببینه. هر انسانی که در دل وی یعنی محبت و دوستداری کار گناه باشه و شخصیت ایمان کامل نداره. چون که ما روایتی داریم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. هر انسان به خاطر الله دوست داشت، به خاطر الله بد دید، به خاطر الله بذل و بخشش کرد، به خاطر الله خود را از بدی ها منع داشت، این شخصیت ایمان کامل داره. یعنی کاملترین، بودترین، بهترین ایمان از خود کرده است. و این خاطر انسانیت باید که کاری بد و گناه بد ببینه. مثلا حتی در روایت جناب پیامبر گفتند که وقتی شما دیده که یک انسان در کار گناه است، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، گفتند هر انسان وقتی دید که یک انسان در کار گناه است، باید با دستش رفته اون انسان از گناه بیرون کنه. فإن لم يستطع فبلسانه، گفتند اگر با دست نتوانست، باید با زبانش او را معن بداره، بگه ای برادری کار نکو، گناه است. با زبانم گفته نتوانست، با دلش باید که عملی بدی و شخصیت بد ببینه. و حضرت و ذالک اضعف الایمان، این آخرش گفتن ایمان ضعیف است. ضعیفترین ایمان است که انسان یعنی با زبان نمیگه که با دستش انسان از گناه یا کار گناه معن نمیداره. البته انسان حق داره باید حتما کار گناه و بد ببینه. یک برادر عزیز سوال کرده است که سلام علیکم داملا جان، آیا از یک نفر دعا پرسیدن ممکن است یا نه؟ که در حق من دعا کن. البته ممکن است، درست است. البته بعضی انسان ها چنین اعتقاد داشتن که
از یک نفر از یک شخصیت دعا پرسیدن ممکن نیست. میگفتن که خودت راستکی دعا کن. البته را بعض انسان‌های داریم، ما بعض شخصیت‌های داریم که اونها مستجاب دعا هستند. بعض انسان‌های صالح، بعض انسان‌های پرهیزگار، بعض انسان‌های دوستی خدا، وقتی اونها دعا کردن دعای اونها را خداوند قبول میکنه. از چنین شخصیت‌ها البته را دعا پرسیدن ممکن است، درست است. چون که ما روایت‌های زیاد داریم. حتی روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی حضرت عمر و حضرت علی و دیگر صحابی ها هم بودند، به سوی اونها خطاب کردند که یعنی وقتی شما ویس دیده، ویس قرنی که یکی از جمله تابعین بود، شخصیتی بود که مستجاب دعا بود، جناب پیامبر گفتن از روی خدمت مادرش مستجاب دعا شده است. در مادر با چنان خدمت کرد، مادر از خودش راضی گردان، از مادر دعا گرفت، این شخصیت مستجاب دعا شد. هر دعایی میکرد خداوند دعاش قبول میکرد. جناب پیامبر با سوی حضرت عمر حضرت علی گفتن که ای عمر علی، گفتن شما ویس میبینی، وقتی ویس قرنی را دیده از او دعا بپرسه، از او بپرسه که در حق شما دعا کنه، در حق شما طلب مغفرت کنه. ببینه جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن. حتی ما روایت داریم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند که بار من قصد عمره کردم، از مدینه قصد کردم که به مکه مکرمه را حج عمره روم. از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی اجازت پرسیدم، حضرت گفتن که ای برادر، گفتن در دعاهای خوب بود من فراموش نکن، یعنی در حق من دعا کن. جناب پیغمبر از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دعا میپرسید. حتی ما روایت های داریم که جناب پیغمبر خودشان از انسان های سال رفته، یعنی پیرزن ها و پیرمرد ها، شخصیت هایی که موی سفید دارن، از اونها دعا میپرسید. چی خوب میشود، بهتر میشود شما هم باشه برادر عزیز، از انسان های صالح، از انسان های سال رفته، خصوصا از پدر و مادر که ما روایت داریم جناب پیامبر گفتن که سه گروه مردمی هستند که خداوند دعاشون رد نمیکنه. یکی از اونها پدر و مادر در حق فرزند هر دعایی کرد، دیگرش دعای مظلوم، دیگرش دعای مسافر. یعنی از این نفرها گفتن دعا بپرسه، یا اینکه دعای اینها حتما در درگاه خداوند قبول میشه. البته در روایت ها چنین هست، دعا پرسیدن ممکن است، یگان مانعیت و نادرستی نداره. خب حتی در روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم از انسان‌های بیمار، شخصیت‌هایی که یعنی دردمند هستند، وقتی نزد اونها رفته بیمار بینی از اونها دعا پرسه، گفتن دعای اونها مثل دعای ملائکه است. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای اونها مثل دعای ملائکه است. حتی ما روایت داریم که روز از روزها حضرت عایشه مادر میفرمایند که جناب پیغمبر را دیدم که بسیار چهره کشاده داره، وقتی خوش داره، چقدر خرسند شاد است. میگه از حضرت پرسیدم، گفتم یا رسول الله در حق من دعا کن. حضرت گفتم در حق من دعا کن. میگه حضرت بعد از اون در حق من دعا کردن، گفتن ای پروردگارا، گناههای عایشه را، گناهی آشکار و پنهان، گناهی کرده و ناکرده، گناهی اول و آخر، همه گناههای عایشه را مغفرت کن. پروردگارا گناهاش ببخش. میگه وقتی جناب پیغمبر چنین دعای زیبا در حق من کردن، بسیار شاد شدم. گفت بعد از آن گفت خود ما در آغوش جناب پیغمبر انداختم، مثل کودک در آغوش مادرش یعنی خچه می اندازه می پرتایا، این چنین میگه از خوشحالی سرم میگه در آغوش جناب پیغمبر گذاشتم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای عایشه، این دعای من اینقدر تر تاثیر کرد، یعنی اینقدر شاد شدی، خرسند شدی از دعای من؟ میگه گفتم یا رسول الله، من چی نوع خرسند نشوم؟ چقدر دعای زیبا در حق من کردی؟ جناب پیغمبر گفتن قسم به همون ذاتی که اختیار جانم در ید قدرتش است، این دعا دعایی است که بعد هر یک نماز در حق امتام دعاش میکنم. این دعا دعایی است که بعد هر یک نماز در حق امتام گفتن این دعا را دعا میکنم. یعنی که البته درست است برادر عزیز، دعا کردن بهتر است برای انسانیت. اینجا یک برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم برادر جان، درباره ثواب حج یک چیزی میگفتید، آیا حج کردن چی ثواب دارد؟ حج برادر عزیز یکی از رکنهای اسلام است. هر حج یکی از ستونهای دین است. حج امر فریضه است، البته برای انسانهای دارنده در عمر یک بار فرض است که انسان دارنده، شخصیتی که
شرایط داره، یعنی رهپولی داره و خوراکه داره، هم قدر پولش میرسه که حج رفته گشته بیاید. این فرض است برادر عزیز و ثوابش هم خیلی ثوابی بزرگ است که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. گفتن حج مبرور، حج مقبول، حجی که او چی قدر به نازکی ها و به خوبیاش ادا میابه، یعنی به جا میآید، گفتن اون جزاش یعنی ثوابش فقط و فقط جنت است. انسانی که حج مبرور کرد، حج کرد که چی قدر به خوبی ها، به تقوا، به احتیاطکاری، کسی را آزار نداد، یگان جنایتی نکرد، یگان گناهی نکرد، یعنی در این سفری حجش یا اینکه در اون لحظه ها و حالت های طواف و عبادتش، گفتن این شخصیت از اون ثواب حجش فقط و فقط جنت از خود میکنه. در برابر ثواب حج خداوند جنت براش نصیب میگردن. در روایت دیگر حضرت گفتن که من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. گفتن هر انسانی که رفت حج کرد، مثلا حج فرضی کرد، در دوام حجش یگان نوعی گناه نکرد، به کسی جنجال نکرد، کسی را آزار نداد، یعنی یگان جنایتی نکرد، وقتی که از حج باز میگرده به سوی خانش میآید، حضرت گفتن از گناه پاکیزه میشود مثل روزی که از مادرش تولد شده بود. یعنی مثل روزی تولد شدنش از گناه اینچنین خالی و پاکیزه بیرون میشود. حضرت گفتن و حج برادران عزیز شرط ها داره برای قبول شدنش. حاجی که حج رفت، حج کرد، گشت آمد، در او یگان تغییرات نشد، دیگرگونی نشد. نشانه های قبول شدن حج همین است که انسان وقتی از حج گشت آمد اصلاح می شود. بعضی فعل و رفتار و کردار بچه ترک میکنه، در او خصلت های خوب یعنی تقوا، پرهیزگاری، خدا ترسی، احتیاطکاری، خوش اخلاقی پیدا می شود. انسانی که از حج گشت آمد، یعنی حج کرد و گشت آمد، در او تغییرات و دیگرگونی نشد، دوستای خدا میگن که البته حج این نفر، این شخصیت قبول شدگی نیست. و شرط برای حج این یعنی که پول حلال است. انسان باید از مال حلال، از نفقه و پول حلال حج کنه. چون که انسانی که از راه حرام، یعنی از پول شبهناک و ناپاک و حرام حج رفت، حضرت گفتن وقتی او شخصیت البته وقتی احرام بستن و نیت کردن، وقتی لبیک میگفته، لبیک معناش این است که پروردگار در خدمت تو من قایم هستم، این لحظه امر تو را به جا میارم، این لحظه من احرام بسته شدم برای امر تو را ادا کردن. این لحظه میگه از جانب پروردگار براش جوابی رد میشده است، میگه لا لبیک ولا سعدی، میگه امروز لبیکت هم با من در کار است. یعنی که این حج تو هم حج مقبول نیست، حج مبرور نیست. میگه به خاطر میگه که طعام و شراب و یعنی اون پولی که صرف کردی و به سوی حج آمدی، این از راه حرام بود، پول حرام بود. اما اگر حلال باشه، از راه حلال باشه، رب العالمین به سوی جواب میفته که لبیک و سعدیک، میفته لبیکت هم قبول داریم، بیای خوش آمدی. میفته طعامت حلال بود، شرابت حلال بود، این راه پولی که صرف کردی آمده اینها حلال بودن. حج تو حج مقبول است، غیر حج گناه. یعنی رب العالمین این جمله مردم قبول میکرد. البته برادر عزیز، حج یعنی فرضی، این فرض است، خیلی ثواب بزرگ داره. یکمش این که در برابر حجش خداوند جنت براش نصیب میگردانه. دوم که از گناه پاکیزه میشوه مثل روزی که از مادرش تولد شده. ثواب خیلی بزرگ داره. این روزها هم روزهای حج هستند، یعنی ایام حج، روزهای حج 70 روز هستند، بعد از عید رمضان تا روز عید قربانه، یعنی که اینها را ایام حج میگویند. و خصوصا اون 10 روزه که یعنی پیش از روز عید یعنی قربان است، اون روزها روزهای مخصوصی هستند که در اون روزها عملهای حج انجام می‌یابد. البته ثواب خیلی بزرگ داره برادر عزیز. اگر شرایط شما متاسفانه امروز راه و همه بند شدن، دعا کنید که خداوند دوباره راه ها را گشاده کنه تا اینکه مردم ما از زیارت خانه خودش و از زیارت روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهره ور شوند.